هلو گایز، بچه چطورید؟ همونطور میبینید که من خیلی وقته که ویدیو نداشتم، واقعا معذرت میخوام و خب مثلا یه مشکلات پیش اومد، مثلا فیلتر شکم کنه که فرصت نمیکردم درستش کنم متاسفانه. و خب بخاطر مشکلات حل شد، بخاطر یه فرصت دیگه آوردم که ویدیو بذارم. خب این دفعه اومدیم یه بازی ترسناک رو با هم دیگه بریم، اسم کیس انیماترونیکس، که اولین ویدیو از بازی ترسناک چنل من و که نمیگم این بازی خیلی شبیه فایل نایت ات فریزه. و بریم که شروع کنیم. یادتون ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، کامنت هم بذارید، زنگوله رو بغلش هم بزنید و بریم که رفتیم. Looks like I fell asleep. It's almost midnight. What is it? Strange. No one else should be here. I'll go check. بچه فکر کنم داستان این بازی خیلیاتون میدونید دیگه. ما در نقش یه مأموری توی اداره پلیس هستیم که تا دیر وقت کار میکنه. از این طرف یه هکر میخواد با ما بازی کنه و برقای ساختمون رو کارت میکنه. یه ربات هایی هم هستن که یکیشون فکر کنم شبیه خرسه، یکیشون شبیه گربه است، یکیشون هم شبیه جغده فکر کنم، که اینا ها نمیدونم یا توسطش تو کنترلشن یا فرستاده شدن کلن که ما گیر اینا افتادیم دیگه. خب جاگوارا رو بردار بزنمش اینجا. Yes, the tablet. The department relies too much on this new monitoring system. At this rate, they'll soon give us a joystick and a lightsaber. بچه توی مدت که من ویدیو نظر میدینین که صدام عوض شده دیگه، سنم اومده بالا. How much does it cost? تبلت رو روشن Okay, got it. میکنیم. What a comfortable gadget. In 10 years, these are going to be everywhere. But still, a human is irreplaceable. I'll go ahead and have a look around. Battery drains out very quickly. You need to save the battery's energy. Excellent. There was a charger in Ben's office. Bill, what is it? Better approach the fuse box in the control room. According to the evacuation scheme. What a terrible dream. It is midnight already. Time to go home. بچه کاش که اسیب نمی کردم. Night call. Let's hope nothing serious. Hello. هکر است بچه. Marvelous night, isn't it? فکر کنم من تو رو یاد I'm نمیدم. sure you don't remember me. A lot of time has passed since our last meeting. How do you like the new surveillance system? One day, you took everything I had, and now it's time to pay. In this building, there are some echoes of the past. Try to collect them so we can see who you really are. What a psycho! What happened with the lights? Is this some kind of deja vu? I should go check out the fuse box in the control room. یاد داشته. Oh my god. یا ابوالفضل. آها یادم اومد چه بعد رمز اتاق کنترل رو پیدا کنم. یا خدا این ربات اینجاست. چهل و یک 25. بچه خودتون واسه جامپ اسکر آماده کنید. تصویر بود فکر کنم حالا. خب رمز 1 Well, I need to find the electrical panel.
need to turn on the second fuse box. Okay. Holy shit. همچنان میگه holy shit. تلفن جواب بده. Well, starting to remember? How do you like my gift? Like it? Like it? It loves to play. من نمیخوام با تو زن. یا بس برو. باسو شدم استرسامت این نفعی ما نیست که چون اینو بازی میکنم خیلی وقت بازیش نکرد. صدای پاش داره میاد. بچه چطور بزنیم یه جامپ اسکر بگیریم. صدایی ربات جان بیا منو بگیر. چه صدایی هم میده. خب متاسفم. دوست داشتم این جامپ سیم برو. منتظر شیمین بیاد در رو ببندیم. صدای پاش میاد. منتظرشیم از اتاق بره بیرون و اون تو اون چیز حموم چیه یه کلید کارتی از اونو باید برداریم. و بچه ها علتی که من جا وبکن نذاشتم میخوام بازی بهتر تمرکز کنم. یا دیگه بسم الله الرحمن الرحیم. چجوری این اومد؟ فکر نمی کردم بیا. بچه انگار جونمون تموم شد. خب بچه بعدا دوباره من یه پارت دیگه از این گیم میذارم یه روزی حالا. خب بچه لایک و کامنت سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله بغلش هم بزنید. تا ویدیو بعدی فعلا گود بای.